بلخابی بعضی ها میگن که از روز نخست بعضی دستای خارجی پشت این اعتراضات وجود داشته. مثلا در روزهای اولیه میگفتن که این اعتراضات بسیار مسالمت آمیز بود، اما آهسته آهسته به اغتشاش یافت. شما چی فکر میکنین؟ از روز اول دستای خارجی بود یا خیر آهسته آهسته وقتی یا دیدن که فرصت است یا داخل شدن؟ نمیشه گفت که در اعتراضات اولیه که به اصطلاح انتقاد مسائل اقتصادی را مطرح کرده بودن معترضین نقش نداشته باشه. آمریکا نقش به این نحو داشته که محاصره اقتصادی که محصول او تنگناهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی در جمهوری اسلامی است، این محاصره اقتصادی طولانی توسط آمریکا صورت گرفته بوده و یک عده مجبور شدن برای سر و سامان دادن به اینها معترض باشند و به دولت اظهاراتشون رو مسالمت آمیز بیان بکنن در قالب به اصطلاح تجمعات یا در قالب اعتصاب و این به اصطلاح دستاورد همون محاصره اقتصادی طولانی مدت یک جانبه ظالمانه آمریکا بود. از این بخش میشه گفت که در او بخش هم تأثیر دستهای آمریکا و اسرائیل دیده میشه، اما به طور یقین در روزهای اول مسئله اقتصادی و مشکلات معیشتی و اجتماعی بوده و آمریکا و اسرائیل خصوصا ما شما میبینیم که در کمینن که در کشورهای اسلامی کجا یک راه نفوذ و یک راه نفاق و یک راه اختلاف و یک راه جنگ پیدا میکنن. فرق نمیکنه که جمهوری اسلامی ایران باشه یا امارت اسلامی افغانستان باشه یا مصر باشه یا سودان باشه یا عراق باشه، کشورهای اسلامی کجا میتونن اینا یک راه نفوذ و اختلاف پیدا بکنن. وقتی که اینا دیدن اونجا یک راه نفوذ و اختلافی پیدا شده، عواملشون رو در رسانه ها در داخل ایران در خارج ایران به هر نحوی بسیج کردن که از همون گزینه استفاده بکنن و این به اصطلاح تجمعات مسالمت آمیز رو تجمعات سیاسی بر علیه نظام و تا حدی شعارهای به اصطلاح براندازی نظام و به اصطلاح فرزند شاه مخلوع ایران را به اصطلاح نقشش رو آشکار کردن و ترویج و تبلیغ کردن از او الی آخر و در نهایت به اینجا رسیده که ما شما شاهد هستیم که دو صف تشکیل شده. یک صف اقلیت که طرفدار براندازی و غرب و عوامل نفوذی اونها هست، ما شما دیدیم در رسانه ها مسلح هم بودن و به اصطلاح فیر میکردن به طرف مردم و یا به طرف به اصطلاح مامورین امنیتی. یکی گروه بودن که در اقلیت بودن و در تاریکی ها و کمینگاه ها می آمدن. به این سوال می پردازیم. در شبکه اجتماعی ما دیدیم که یک جنگ روانی هم جریان داره. ایران بسیار ضعیف جلوه میته و امی عملیات روانی دیجیتالی که مثلا در تشدید و نارامی ایران نقش داره، آیا فکر میکنین که در آینده ها این جنگ روانی و دیجیتالی بسیار دیگه هم زیاد میشه و شاید نتیجه بسیار منفی را به ایران داشته باشه؟ همینطوری که در ادامه فرمایش قبل شما، همینطوری که دو صف فعلا وجود داره در ایران، یک صف اقلیت که گاهن مسلح هم هستن در تاریکی ها و در کمینگاه ها، اونا و هماهنگی با آمریکا و اسرائیل کار میکنن به نام مردم و یک صفی ما شما دیدیم که در روز جمعه خصوصا میلیونی مردم در حمایت از جمهوری اسلامی شعارها سر دادن در هر شهری و میلیون ها مردم بودن. اینا مردم بودن در واقع و اینها هم انتقاد دارن به حکومت، ولی نه مسلح بودن، نه در کمینگاه بودن، نه در تاریکی بودن. و این موضوع در فضای مجازی هم یقینا نمیتونه. یک تعدادی در تاریکی و در کمینگاه و با اسمهای مختلف و با معاش و درآمد دلاری از آمریکا یا اسرائیل در داخل و یا در خارج به فضای مجازی مشغول تضعیف همه جانبه نظام هستن در ایران و یک جمعی هم طبعا مخالف اونها در حمایت نظام کوشش میکنن. این دو صف همونطوری که در به اصطلاح مظاهرات ایران دو صف آشکار هست، در فضای مجازی هم یقینا چنین هست. ځینې په دې باور دي چې د رضا پهلوي بیرته راتلل ګوندې امکان ولري. آیا تاسو فکر کوئ چې دغسې یو باور چې هغلته خپور شوی دی امکان دی ولري؟ آیا داسې کوم بدلون په ایران کې په لاره ده که نه؟ به نظر ما به عنوان یک کشور همسایه
و آشنایی که در بین هست از لحاظ فرهنگی و تعاملات، به نظر ما اینطور میرسه که باز همون ضرب المثل عوامی که از پشت آب رفته بیل گرفتن خطاست. شاه رفت از افغانستان. در اکثر کشورهای دنیا، در همه کشورهای دنیا، شاهنشاهی که یک مرتبه منقرض شد دوباره او کشور شاهنشاهی را نمیپذیره به طور عام، ولی به طور خاص وقتی که پدر ایشان مقبول ملت ایران نبوده، فرزند ایشان هم یقینا مقبول مردم ایران نخواهد بود. بعضی شعارها ما از رسانه ها شنیدیم که جمعیت بر علیه فرزند رضا شاه میگفتن که دور از شما و بیادبی در فضای رسانه نشه، سگ زرد برادری شغال است. بنابراین این فرزندی همون شاهی هست که همین ملت او را راندن از ایران و بیرون کردن. بنابراین ایشان شانسی نداره به نظر ما. چې دوی کوم چانس نه لري. موږ د ډونالد ټرمپ په خبرو کې هم د دوی د نوم داسې کوم څرک ونه لیدی چې هغوی د ویلي وي چې دوی د بیرته راشي یا دغه نظام به دوی ته ورسپارل کیږي. څه فکر کوئ که چیرته امریکا یا اسرائیل غواړي چې په ایران کې د نظام بدلون وکړي، څه ډول یو نظام به دوی غواړي؟ آمریکا به هر کشوری که رفته جز فساد، بدبختی، تباهی، نفاق به وجود ناورده. مثل که در کشور افغانستان آمد قبل از امارت اسلامی به بهانه دموکراسی و به بهانه بازسازی و به بهانه کمک به ملت افغانستان، ولی لکها مردم از ملت ما شما را شهید کرد، تفرقه ایجاد کرد، جنگ‌های داخلی را اندازی کرد و فساد گسترده همه جانبه فکری اقتصادی در کشور افغانستان رایج شد و همونطور در کشورهای دیگه که پای آمریکا رسیده اوج فساد و تباهی و نفاق و جنگ بوده. اگر چنانچه که بر حسب تجربه گذشته ما شما ببینیم بعد از انقلاب ایران هیچ زمان دسایس آمریکا و اسرائیل موفق نبوده، همیشه شکست خورده و اولا که این دسیسه هم بر حسب همون تجربه شکست میخوره و اگر شکست نخوره و متاسفانه باز جنگ‌های داخلی، تجزیه ایران و به یغما بردن ثروت‌های فکری و مادی ملت ایران هدف آمریکا است. یعنی یک اشغال بیرحمانه، کشتار بیرحمانه، جنگ بی پایان و در جمهوری اسلامی مثل سایر کشورهایی که آمریکا تجاوز کرده اونجا پیش بینی میشه. ښه، یو څه راته د نړیوالو رسنیو په هکله هم ووایئ. تاسو ګورئ چې کله هم په ایران کې ډیره یوه وړه مسله رامنځته کیږي، نړیوالې رسنۍ ورته مخ اړوي او هغه مسایل ډیر لوی خلکو ته وړاندې کوي، لکه د اسرائیلو ځینې رسنۍ دي، د امریکا ځینې رسنۍ دي. دغه اعتراضونه نړۍ ته دغو رسنیو څومره ډیر لوی مشکلات او ډیر لوی ستونزو په شکل باندې وړاندې کړي. آیا فکر کوئ چې نړیوالې رسنۍ هم په دې کې لاس لري؟ رسانه ها دو بخشن، یک بخش رسانه های قراردادی و یا به تعبیر مزدور و عوامل قدرت های بزرگ خصوصا آمریکا، چه در داخل آمریکا و چه در خارج آمریکا. این رسانه ها یقینا که اون چی که دولت مردان آمریکا و فعلا ترامپ و عوامل او برنامه ریزی و سیاست گذاری کنه، حق باشه یا باطل که غالبا هم باطل هست، چه بر علیه ایران باشه، چه بر علیه امارت اسلامی باشه، چه بر علیه غزه و فلسطین باشه، چه بر علیه سوریه و عراق باشه، اون رو ترویج و تبلیغ میکنن و اینا منصفانه کار نمیکنن، مغرضانه کار میکنن. این رسانه ها هم در واقع افکار مسمومی هستند که در دنیا به نفع ظالمینن و رسانه های بی‌طرف دنیا، چه رسانه های قوی باشه، ضعیف باشه، ملی باشه، بین المللی باشه، جهانی باشه، و رسانه های بیداری هم در دنیا وجود دارند که اینا عوامل استکبار جهانی و آمریکا یا اسرائیل نیستن، مستقل کار میکنن و چه به اصطلاح در فضای مجازی و یا احیانا در فضاهای واقعی و تصویری اونا طبعا واقعیت ها را انعکاس میدن و ملت ها هم بیدارن و ملت ها هم به سادگی اغفال آمریکا مثل گذشته نمیشن. ښه، موږ ګورو چې رسنۍ وایي او یا هم په ټولنیزو رسنیو کې موږ ګورو چې ځینې وایي چې د دغو اعتراضونو تر شا د ایران او د امریکا لاس دی. خپله د ایران چارواکي هم همداسې شننه کوي. همدارنګه د نړۍ ډیری تحلیلګران همداسې وایي چې د دې اعتراضونو تر شا د ایران او د امریکا لاس ده. ښه، بیا ایران خو خپل ځان سره خپل متحدین هم لري، ځینې ستراتیژیک ملګري هم لري. آیا د دغو اعتراضونو په کنټرول کې هغوی هم له دوی سره کومه مرسته کولی شي، مثلا روسیه، چین؟ به طور یقین رسانه های آزاد
اخبار و معلومات منصفانه و واقعی را در اختیار جهان میگذاره و این یک فرصت خوب هست. و از طرف دیگه طبعا در دو طرف منازعه هر یکی دوستان و یارانی داره و دوستان و یارانش طبعا به هر نحوی که امکان داشته باشه، چه فیزیکی و فکری و یا رسانه‌ای، طبعا همکاری میکنه و یک امر طبیعی هست. در حد امکان چنین چیزی وجود داره. که همکاری که په کومو برخو کې طبعا اونها هم رسانه‌های در اختیار دارن. کشورهایی که نام بردین کشورهای بزرگی هستند و ده ها و صدها رسانه در اختیار دارن و زبانهای مختلف منابع در اختیار افکار عمومی جهان قرار میدن. یقینا که اونها هم از رسانه‌های خود کوششی را انجام میدن که منصفانه باشه یا حداقل طرفداری از همون جناح خودشون باشه. څه فکر کوئ چې ایران باید څه ډول وکولی شي دغه اعتراضات دغه لاریونونه کنټرول کړي؟ لاره یې څه ده؟ اون چی که وظیفه شرعی هست، اون چی که وظیفه انسانی هست، مدارا هست. مدارا و مماشات معمولا از نظر شریعت اسلام برای مسلمان ها خیلی امر ضروری هست در همه کشورها. یقینا که رهبران جمهوری اسلامی ایران مردمان ایران هستند و انتخاب شدن از طرف مردم ایران و کسی که وکیل مردمش باشه، از طرف مردمش باشه، دلسوز به مردم خواهد بود. و اونا هم اخیراً ما شما از رسانه ها دیدیم که دو قسمت کردن این مسئله ناآرامی رو. گفتن اونایی که انتقادهای سازنده و سالم داشته باشن، اعتراضات مشروع داشته باشن، مسئولین باید بشنون و به اونها همکار باشن و کمک کنن. و اما اونهایی که مسلحن و یا مأمورن از طرف کشورهای خارجی با اونها مدارا ضرورت نداره و به همین ترتیب یقینا اونها پیش خواهند رفت. چقدر امکان داره که این اعتراضات کنترل نشه و موجب تغییر نظام در ایران شود؟ اگر میشه چی تأثیری بر منطقه خواهد داشت، بر امنیت منطقه خواهد داشت؟ یقینا کشور ایران کشور مهمی هست و در جغرافیای حساسی قرار داره. مشترکات فراوانی با کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی خصوصا داره. از این جهت اگر که یک کشوری ناامن و ناآرام میشه، مثل کشور ما و شما اشغال شد، مهاجرین ما و شما سرازیر شد به کشورهای همسایه و تبعات مختلف دیگه‌ای که ما و شما دیدیم، از ویرانی کشور ما افغانستان تا مشکلات مهاجرین، همون مشکلات در ایران و همسایه‌های ایران هم تصور میشه. یک مسئله است. مسئله دوم اینه که به اصطلاح وقتی که بین یک کشور اسلامی و یک کشور غیر اسلامی خصومت پیدا میشه و کشور اسلامی شکست میخوره، طبعا برای مسلمان ها چه همسایه باشن چه غیر همسایه خوشایند نیست و عواقب خوبی نداره. خب اگر امی اعتراضات کنترل نشه و با جنگ مسلحانه در ایران تبدیل شود یا به دست خارجی ها یا در بین خود که یا کسایی که امی دولت نمیخواهد، چی فکر میکنین که حالت ایران در داخل به کدام سو خواهد رفت؟ به جنگ داخلی یا خیر تبدیل نظام یا نظامی که دست نشانده امریکا و اسرائیل باشه؟ به غیر از عده محدودی که اونها مأمورن از طرف کشورهای خارجی برای اغتشاش و شورش و ترور در ایران، ملت ایران در طول بعد از انقلاب به ما شما آشکار شده که ملت بیداری هست و فریب نمیخوره و یقینا اونا سرنوشت ونزوئلا را میبینن و سرنوشت عراق رو میبینن، سرنوشت لیبی را میبینن، سرنوشت غزه را میبینن، سرنوشت کشور اسلامی افغانستان را در زمان اشغال آمریکا میبینن که چه جنایات از طرف اسرائیل و آمریکا در این کشورها صورت گرفته و هنوز اون کشورها متاسفانه در ذلت و بدبختی و اختلاف و نفاق ملت بین خود درگیره و سرمایه های اونها به وسیله آمریکا و عوامل آمریکا و تاراج میره و یقینا که ملت ایران این آگاهی رو دارن و به این رضایت نمیدن که نظامشون خراب شه و یا ای که آمریکا بر اونا مسلط شه و یا اسرائیل بر اونا مسلط شه. امید هست و اطمینان هست که ملت ایران ملت بیداره
و به چنین سرنوشتی خودش رو دچار نمیکنه، چرا که تاریخ و کشورهای همسایه را در همین زمان معاصر یقینا اونها مطالعه میکنن. گفتم میشه که حلقه های استخباراتی امریکا و موساد در ایران ریشه کرده. ایران چی باید بکنه تا این ریشه را کنترل بکنه تا در داخل نظامشان در آینده این رقم مشکلات به میان نیاید؟ بیداری ملت بهترین گزینه هست. وقتی که یک ملت بیدار باشه، نفع و ضرر خود رو بدونه، در اون صورت بر علیه عوامل خارجی و بر علیه عوامل گماشته شده که مضر باشن به حال ملت و به حال کشور ایشان، خود ملت بهترین گزینه هست که هر کجای اونها را میبینن با اونها مبارزه خواهند کرد و اونها رو به نیروهای امنیتی به اصطلاح نشان خواهند داد. و این همکاری ملت مثل که همینطوری که عرض شد در گذشته بارها این مسائل در ایران تکرار شده، به وسیله همکاری ملت این مسائل خنثی شده و حال هم ملت اگر همکاری بکنه و میکنه و در گذشته هم همکاری کرده با دولت خود ایشان و این دستها آشکار میشه و خنثی میشه و به خیر او کشور و ملت خواهد بود. بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین که با ما بودین. تشکر از شما. سلامت باشین. دلین کو لتاس هم ډیره زیاته مننه. دینی کاس پرونه دلته پای ته رسیږي تر به الله مل خیچاري.